این زن مادری 2 فرزند 7 ماه باز با سرطان بیماری مبارزه میبرد که حالا در تاجیکستان بیشتر در میان زنان زیاد شده است. من روز اول که فهمیدم گفتن که خیمیا میریزیم، ما گفتم این بالینسا برام برم. فقط سخن دخترچم که اوچه جان برای ما زندگی که گفت، برای همون خاطر من طبابت سر کردم. عامل‌های گرفتاری به بیماری سرطان را خیلی زیاد مینامند. آن می تواند از پیشینیان به میراث آید، نتیجه زهرآلودشوی بدن باشد یا از خوراک نادرست، فربهی، ضربه خوردن، ناتازگی، تنبلی جسمانی، طبابت خطا یا حتی یک ورم عادی نیز سر زند. اگر سال 2012 فربگی در بین زنان 27% تشکیل میکرد، سال 2016 17 تا 38% بود. امروز تا به 42% رسیده است. این خود فربگی عامل 20 نمود بیماری سرطان است. هرچند به گفته عمرزاده عامل‌های برانگیزنده بیماری سرطان تقریباً در مردان و زنان یکسانند، بیشتر گرفتار شدن بانوان به این بیماری سبب‌های دیگر نیز دارد. عامل‌های رفتاری، غذایی، ژنتیکی، ارثیات با این عامل‌های اکولوژی، عائلوی یا اجتماعی همراه شوند، البته زن بیشتر به این بیماری گرفتار شدنش ممکن. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان 2231 زن به بیماری سرطان گرفتار شده است که نسبت به سال 2023 362 نفر زیاد می باشد. 20675 بیماری онکологی در قید دیسپانسری وزارت تندرسی قرار دارد. وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله زاده روز 10 فوریه در یک نشست خبری گفت برای طبابت بیماری‌های онکولوژی از بودجه مبلغ معین جدا می شود، ولی او دقیق نگفت که چقدر. همون مقدار معینی که مبلغ جدا شده است، همین فقط برای طبابت هم بیماری онکولوژی می رود. یعنی خدمت رسانی یا تامین نمودن داروهایی که بعد جراحی خیموتراپی از طرف مرکز رایگان تامین کرده می شود. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان 2231 زن به بیماری سرطان گرفتار شده است که نسبت به سال 2023 362 نفر زیاد می باشد. پزشکان با تکیه به آمار چند سال اخیر می گویند همه ساله تا 500 زن به سرطان غدود شیری و حدود 400 تن به سرطان گردنک بچه‌دان مبتلا می شود. طبیبان یک مشکل اساسی در طبابت سرطان را دیر مراجعت کردن بیماران می نامند. ساکنان در نوبت خود می گویند به دلیل گران تا $10,000 بودن تشخیص و طبابت نه همیشه می توانند سری وقت به طبیبان مراجعت کنند. دیگر سبب دیر مراجعت کردن بیماران این نبودن نظام درستی بیمه طبی نیز می باشد.